سلام بینندگان و شنوندگان عزیز. این لحظه در مهمانی ما قرار دارند خواننده سرودهای پاپ و سراننده معروف و شناخته بهرام غفوری. بهرام، شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. تشکر زیاد برای دعوتتان. من به همه بینندگان و شنوندگان سلام خود را میرسانم. بهرام، شما چند پیش در شهر مسکو فدراسیون روسیه همراه آوازخوان جوان تاجیک زلیخا محمدشلا یک برنامه هنری داشتید. میخواستم در مورد این سفرتان برای ما چند حرف میزدید. پیشنهادی کی بود و چگونه شما اونجا اینگونه یک برنامه مشترک را پیشنهاد کردید برای مهاجران تاجیک؟ تشکر زیاد. و من گفتنی اصلا روزی 22 مارت بود در شهر مسکو با دعوتی یعنی که پرودوسران در اونجا با اسم بهرام بود و یک نفر دیگر دختر با اسم مارینا که ما رو توسط فیسبوک ما رو ریکلام میکردن، برای اونجا دعوت کردن برای هم دیدار بینی و با هم یعنی که مردمی تاجیک برای مهاجران یک کنسرت خوبی آماده کرده بودیم و انشاءالله که همش خوب گذشت و روزی در کنسرت زن پیپل بانم در اونجا یعنی که مهمانی کردیم و بانشون خوب بسیار خوب پذیرفتن. ما در اونجا سرودی مهاجر بچه را بسیار خواندیم و آنها میدونن که ما در وطن همیشه انتظارن و آنها میدونن که یعنی وطن همه ماست. ما در این به وطن یکانجا رفتن نمیتوانیم و همه خوب بود 100%. بله، من نیز فکر میکنم شما را بیشتر با همین سرودی مهاجر بچه کلی مخلصانتان خوبتر میشناسند. و تولید این سرود چگونه بود؟ 5 سال پیش بود. با استاد فراد میلاد همکاری کرده بودیم این سرود رو. استاد فراد میلاد و یعنی که ایجاد کردن و من تکلیف کردن که این رو مثال هدیه کردن که بخوانم نه برای مردم خواندیم. دیگه همه بچه های تاجیک یعنی که همه مهاجران این سرود رو دوست داشتن. میگن که ما وقتی این سرود رو گوش میکنیم گریه هم میکنیم. چشم بره چال شده مردی زرفشان، نان آوری خطلان نان بری بدخشان، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. طول یک سال اینجانی بازخوانی کردن دو سرود شما از جانب یک سراننده افغان با اسم ولی که اونجا حتی اسم شما را همچون مؤلف نام آورده است، در بین مخلصانتان بسیار سر و صدای بلند پیدا کرد و شما حتی به یک شرکتی که از حقوق مؤلف حمایت میکند شکایت برده بودید. چی شد بالاخره نتیجه آن؟ خیلی هیچ گپ نیست. من خوشحالم که سرودی من رو خوانده است. برای چی شما از رایتان گشتید که مثلا نخواستید که اونا مثلا شکایت برید؟ خیلی راستی گپ اگر من مهم نیست شکایت بردن دیگه. برای من شخص ایجادکار من گمان میکنم که با سرودهای من انشاءالله که ثبت میشود سرودهای نوی من انشاءالله که اوناش هم خوبن. من خرسندم میخوانم، من یکم شکایت ندارم. مثلا در فیلم نقش آفرین شما این ایده کی بود، پیشنهادی کی بود و شما در همین چند فیلم نقش آفریدید؟ من یک فیلم نقش آفریدم، سکوت 1 سکوت 2. در اینجا فیلم سیراجدین غفوری بود. در اونجا اول مرا نقش چیزی دادن، بعدا گفتن که در همین فیلم باید شما سرود خونید. بعد من سرود ایجاد کردم، سرودی مادر عمری تو آغوش غم شد اونجا ایجاد کردم و بعدا این فیلم آمد بیرون بسیار به مردم پسند آمدن. من خیلی خوشحالم که مردم این رو خوب قبول کردن. بسیار خوب. عمری تو آغوش غم شد، قلب من پر از علم شد. امروز پی کدام کار هستی؟ پی ما اکو نرمان دو پی ایجادی چی سرود آورده؟ عروسی ها میریم مثال این دارم بر مثال عروسی ها میریم باز
خیلی زندگی ما چون میشه کنسرت و عروسی و ما فقط در خدمت خلق هستیم. تشکر برای یک صحبت عالی و فکر می‌کنم برای مخلصان شما باز یک چیزی هست یک مثلا ناگزیر بود از عالمی هنر و ایجاد شما. تشکر زیاد برای دعوتتون، بسیار لطف کردین. ان شاءالله که ما خدمت شما در خدمت شما همیشه تیاریم و بینندگان عزیز بازم سلام گرمجوشانی خودم میرسونم. ما همیشه با شماییم. باشد که همین با یک زمزمه سرود شما این صحبت به انجام رسونیم. مرامت یک سرودی نو ایجاد کرده ایستادیم از روایت خاکی که خودمون است در باره غریبی. بازم غریبی. نمازی شام غریبی رو به من کرد، دلم جولان زد و یادی وطن کرد، نمیدانم پدر کرد یا برادر، مرا گوشه نشینی هر وطن کرد، نمیدانم پدر کرد یا برادر، مرا گوشه نشینی هر وطن کرد. وطن ای وای وطن وای، وطن جانم وطن وای، وطن ای وای وطن وای، وطن جان است وطن وای. تشکر. زنده باشید. خوش آمدید. تشکر زیاد. استودیو رادیو آزادی برای مهمانی رادیو. زنده باشید. تشکر.